خب برابچ در ادامه ولاگ قزوین با سلطان یوتیوب به روز وصول روز وصول اومدیم که کاخ چلستون رو ببینیم. آخرین ولاگ هم هست دیگه باید برگردیم. زن بچه منتظرم. لذا باو برو بریم. خب برابچ اومدیم موزه 40 تا ستون احترام مرام پهلوانی تو خون یک ایرانی هستی. باری کلا بابا باری کلا. آره بابا آفتاب زد. بچه‌ها این چیزی که میبینید این از اصفهان قدیم تره. چه اصلا تصمیم‌های کار کردم. خیلی عجیب بود. فرض بس هیچ کی نمیدونه. واقعا باید بره مثلا شهرهای مختلف ببینه. متوجه بشه. مثلا من فکر می‌کنم 40 تا فقط یه دونه از اونم تو اصفهانه. نگو این که بلکه هست، قدیمی‌تر هم هست. و اینجا زودتر از اصفهان تا پایتخت بوده. چه واو. حالا شاید ما معلومات تاریخمون پایینه ولی خب بچه‌ها لوکیشنش هم بزنید توی اینترنت نگاه کنید. سبز میدون مثلا. سبز میدون بود. من تو لوکیشن دیدم سبز میدون. یه میدون خیلی بزرگیه اینجا به اسم سبز میدون. روبرو شو شما در نظر بگیرید اومدید اینجا. اوف حاجی خیلی خفنه. یه اسم دیگه هم داشت چی بود؟ بابا نی؟ یادم کلاه فرنگی. آه. چرا کلاه فرنگی؟ درست درگیرش نشد. آره. بیو لذت بچه‌ها خیلی خوشگله. از تو تونل ببینی؟ خیلی قشنگه. تو کجا؟ خیلی بیادم شدی. برابچ برنامه ساز سنگین دارن اینجا. درخته رو ای وصولی هزار الله اکبر. این ذهن منه. اینی که می‌بینید درگیری ذهن یه جوون به شکل درخت شده. داریم چرت و پرت میگیم ولی خب همین اینجا چیه؟ چیه؟ من بچه رو هماهنگ کنم. بچه ها میخواید ولاگ ببینید، میخواید بخندید، میخواید عشق و حال کنید، میخواید کسوشه رو گوش بدید، ویلکام تو مای چنل. ولی اگر روحیات ضعیفی دارید، روحیات لطیفی دارید، اینجا جاتون هست. اینو دوستانه از همین الان من عرض میکنم. اینجا ما بی تربیت ترین جملات خواهیم گفت. مرسی. ادامه بچه‌های فیلم برداریمون هم اونجا. بچه جا پشتیبانه ما از اتاق فرمان. اینا فکر کنم کلیر صدا سیما اینا فکر کنم. داخلش از کجا باید بریم؟ شاید دارم فیلم میسازم. بچه‌ها اینجا دارن بامداد نعشه رو فیلم برداری. ادامه بامداد خمار بعدم میبینید. بامداد بچه‌ها ما بریم ورودی رو بریم و ادامه. بلیط خریداری شد. آقا بریم. سلامت باشه. کدوم شروع کنم مثلا؟ خب دلش بخیر. خب بچه‌ها افراد قدیمی توی این خاک بر سرم الکل می‌ریختم فکر کنم. نه نگرده قلت. بچه‌ها اشتباه شد. قضاوت نادرست. بچه‌ها من یه چیز عجیب اینجا پیدا کردم. چوسه شوفاک. خیلی غریبی ها. آره اینم بسیار واقعا فکر نکنم همچین چیزی هیچ جای جهان نیست، فقط تو ولاگ ما میشه.
شیر سنگی این بیشتر شیر بنگی آقا قوچه دیگه بیا قوچه با. سنگی بچه کوچه سنگی چرا اینقدر میفهمم ای اصولی چرا انقدر تو بلدی؟ واقعا مرسی که یه لول از کانتنت یوتیوب تو رو داره واقعا لطفا دست نزنید نه پشت چی نوشته بود حاجی؟ همین رو خوندیم دیگه بچه نگاه کنه چی نوشته بود؟ برای قلاته چه سودایی بنموده دلم یا علی یا مهر تو او مای گاد بچه ها فکر نکنید این اصولی رو میخونه اینا رو همه رو حفظه آره من آخه همه رو حفظه این پرده ها بچه ها برای 1000 سال پیشه هر کی میگه نه بره بمیره از این از دوره قاجاره و اونام که میبینی طلای طلاست جالبیش با طلا نوشته شده ای اصولی بدازی بشه بچه ها پلم کردن بالاخره تایپشون میدیم درست سفر بیده بچه ها ببینید لذت ببرید به سمت بالا این اصولی انگلیسی رو برای بچه هایی که از خارج از محدوده قزوین دارن دارن میگه که تو لزبا خیلی این خیلی گاز این یک دیوان نوشته آقا نکنید این کارو دوستانه دارم و این دوستان عزیزمون نکنید اون برای دیدی بچه این نور رو زمین هم حتی هست نه بگی من رو غیب شده بچه خیلی پلش بزرگه یا علی اعتقادی به چقدر باحاله و چون دوربین ها از زمان قاجارمون بالاست زیبایی این شیشه های زیبا رو امروز که برو توی نور بچه اینجا احترام به LGBT همیشه با فرهنگ و با لول بود والله العظيم you are gay. Don't say this. غیر از این بر معماری چی بودیم ما کارو بگیرید چون این حیات بچه های فیلم بردار هنوز دارن بامداد نشه رو میکنن چون اینجا یه چیزه یه سنگ قبر دوره اسلامیه همین سوی خاطر نمیخوای بفرستی کلاس یا خدایی یا تمام شد بریم بیرون که یه صحبت پایینی داشته باشیم و ببینم خب برعکس مرسی که تا اینجای ولاگ قزوین همراه ما بودید دمتون گرم لایک و سابسکرایب
فراموشتون نشه. ویدیوهای بعدی داره عجیباری میاد. آماده هستم. اوف این اصول ویدیوی بعدی رو نگیم که چه حرکت سمیه. تو ذهنمون نیست بکن. آره نمیدونیم چه داریم میسازیم، ولی ویدیوهای خوبی در انتظارتونه. آقا گفتیم دیگه بر اساس پایه رکن کوسشره هر کوسشری که تو ذهنمون بیاد قطعا ویدیو گرفته میشه و برای لبخند روی لب‌های شما هدیه داده میشه. آو بری کنار میشه. برو براش.